سلام رفقا، امروز قراره یه پدیده خیلی خفن رو بهتون نشون بدم که همیشه لبخند به لبمون میاره. اگه گفتید چیه؟ آفرین، رنگین کمان. تا حالا فکر کردید این نوارای رنگی خوشگل چطوری تو آسمون ظاهر میشن؟ چطوری؟ نمیدونم. بیایید با هم بریم سراغ این جادوی عجیب و غریب. خب بچه‌ها، رنگین کمون نتیجه بازی نور خورشید با قطرات آب توی هواست. وقتی نور خورشید به یه قطره آب میخوره 3 تا اتفاق میفته. اولیش شکست نوره، دومیش بازتاب نور و سومی تجزیه نور. نگران نباشید، پیچیده به نظر میاد ولی قرار راحت و باحال توضیحش بدیم. خب وقتی نور خورشید به قطره آب وارد میشه، مثل اینه که میخواد بره داخل یه مهمونی بزرگ. نور از مسیر اصلیش خم میشه و میره توی قطره آب. از اونجا که بچه‌ها نور سفید خورشید چند رنگ مختلف داخل خودش داره، هر رنگ به یه میزان خم میشه، یعنی میزان خم شدگی نور متفاوته و هر رنگ راه خودش رو میره به سمت مهمونی. به این اتفاق میگن شکست نور. بعد از اون نور داخل قطره آب گیر میفته و یه بازتاب داخلی رو تجربه میکنه. این بازتاب داخلی باعث میشه نور به سمت عقب برگرده، انگار که توی مهمونی میچرخه به سمت در و میخواد از در بره بیرون دوباره. در نهایت وقتی نور دوباره از قطره آب خارج میشه، بازم خم میشه. این بار نور به رنگ‌های مختلفی تجزیه میشه. چون هر رنگ به میزان متفاوتی خم میشه، این فرایند باعث میشه که ما یه طیف رنگی خوشگل رو توی آسمون ببینیم، انگار که نور تو مهمونی رنگی کمون داره خودش رو نشون میده. شاید توجه کرده باشین که رنگین کمونا معمولا به شکل نیم دایره دیده میشن. این به خاطر زاویه دید ما نسبت به خورشید و قطرات آبه. خورشید باید پشت سرتون باشه و قطره‌های آب جلوتون تا رنگین کمون رو بتونید ببینید. زاویه نور ورودی و خروجی باعث میشه که رنگین کمون به شکل نیم دایره دیده بشه. دقیقاً مثل وقتی که توی آینه نگاه میکنید و بهترین زاویه خودتون رو پیدا میکنید. خب دوستان، اینجوریه که رنگین کمونای زیبا تو آسمون شکل میگیرن. دفعه بعد که رنگین کمونا رو دیدید، یادتون باشه که دارین یه جادوی علمی خیلی خفن رو تماشا میکنید. هر سوالی در مورد رنگین کمونا یا هر پدیده طبیعی دیگه دارید تو قسمت نظرات بنویسید، شاید جوابش تو مهمونی بعدی علم باشه.